تو این قسمت میخوام یک انیمیشن ساده ایجاد کنم. برای این کار میرم به کامپوزیشن کویک استارت و از پنل لایه ها یک سالید لایر برای بک‌گراند ایجاد میکنم و اسمشو میذارم مثلا BG به بک‌گراند و رنگش هم تقریبا یه رنگ آسمانی باشه. خوبه. اوکی. بک‌گراند من ایجاد شد. اونو قفل میکنم تا مزاحم کارم نباشه. بعد لایه هواپیما رو وارد میکنم و لایه ابرها رو. خب دقت کنید که لایه ابرها مقداری بزرگتر از کامپوزیشنه، برای هم میرم من به قسمت ترانسفورم و از اسکیل، یعنی اینجا میتونم با دکمه S هم بیام به اسکیل و مقدار اونو کمتر میکنم، مثلا میذارم روی 85 یا مثلا 87. اوکی فکر کنم. این لایه رو هم قفل میکنم چون نمیخوام بهش حرکت بدم. خب الان میرم رو لایه هواپیما و لایه هواپیما رو میارم اینجا. اگه یه دفعه رفتید رو پنل پریویو لایه ها اشکال نداره، برگردید دوباره. اوکی، من لایه هواپیما رو اینجا دارم و میخوام اون رو انیمیت کنم. هواپیما رو میبرم بیرون از کادر و میرم به قسمت ترانسفورم و خاصیت پوزیشن اینجا، یعنی مکان. میتونم با فشار دادن دکمه P هم به پوزیشن بیام و روی ساعت کلیک میکنم تا یک کی فریم برای من ایجاد بشه. بعد میام به ثانیه مثلا 1 و اینجا هواپیما رو میارم اینجا، میرم به ثانیه 2 میارمش این بالا، ثانیه 3 پایین، 4 پایین. میخوام یه دور دیگه بزنه. دوباره رفتم به پریویو لایه ها، مشکلی نداره. برمیگردم به کامپوزیشن، ثانیه 7 میاد اینجا و ثانیه 8 خارج میشه. اوکی. اگه الان بیام به اول تایملاینم و دکمه اسپیس بار رو بزنم، ببینید که انیمیشن من این شد. خوبه؟ میخوام هواپیما وقتی که داره میچرخه به موازات این مسیر جهتش عوض بشه. اگه یه وقتی دستتون خورد و فضای کاریتون اینجوری شد، اشکال نداره، دوباره برگردید به منو ویندو و ریست دیفالت و سیو لیاوت رو بزنید و دوباره برمیگردید به همون حالتی که کار میکردیم. خب میخوام هواپیما مطابق این مسیر که داره میره جهتش هم تغییر کنه. چه کار باید بکنیم؟ روی ایرپلن راست کلیک میکنیم و از ترانسفورم میریم به اوتو اورینتد اینجا و از اینجا اورینتد الانگ پس رو میزنیم و اوکی. الان نگاه کنید. خوبه. ببینید هواپیما ما خیلی داره کند حرکت میکنه. اگه ما فاصله بین این کی فریم ها رو کمتر کنیم، مثلا وقتی هواپیما میاد اینجا میخواد بیاد پایین، فاصله دو تا کی فریم رو کمتر کنیم، ببینید سرعتش بیشتر میشه. خب ما میتونیم بیایم تک تک اینا فاصله هاشون رو کم کنیم و میتونیم بیایم همه اینا رو انتخاب کنیم. کافیه روی پوزیشن یه بار کلیک کنم و بیام این آخرین کی فریم رو بگیرم، دکمه آلت رو فشار بدم و بیارم اینجا تا مثلا ثانیه 7. حالا ببینم سرعت چجور شد. سرعتش خیلی بهتر شد. میتونم حتی کمترش هم بکنم. اوکیه. بله. ببینید اینجا تو فضای کامپوزیشن این مسیره یه سری نقاط هست که نماینده این کی فریم ها هستن. میتونید با اینها بازی کنید تا این کی فریم های شما نرمتر بشه. ببینید به این شکل. البته راه‌های خیلی سریعتری وجود داره که در دوره پیشرفته خدمتتون عرض خواهم کرد.
حرکت هواپیما نرمتر خواهد شد، یا میتونید حتی مسیر این مقداری تغییر بدید یه جلوه بهتری داشته باشه. دقت کنید. اوکی. الان انیمیت لایه هواپیما تموم شد و میخوام این تایتل این پایین ایجاد کنم تا با لایه شیپ و تکست هم کار کرده باشیم. خب دیگه من با هواپیما کاری ندارم و لایه‌اش رو قفل میکنم و اینجا میام یک شکل ایجاد میکنم، یه مستطیل اینجا ایجاد میکنم. دقت کنید که هیچ لایه‌ای نباید انتخاب شده باشه. مثلا همین رنگ خوبه و میتونم رنگش هم تغییر بدم به رنگ‌های دیگه. من همین رنگو میپسندم. میتونید بهش استروک هم بدید، مثلا دورش رو سفید کنید که من اینجا استروک رو دوست ندارم لحاظ کنم. و یه لایه متنم ایجاد میکنم. میرم اینجا و دکمه تیو میزنم و میام اینجا مینویسم که ببینیم حالت فارسی، نه رو حالت انگلیسی میزنمش، رو حالت فارسی. الان خوب شد. فونت هم مقداری بزرگتر میکنم، مثلا میزنم فونت 50 و B1. اینجا باز فارسیش میکنم و مینویسم که آموزش افتر افکت. خب این فاصله رو درست کنم. افکت. خب 2 نقطه شروع سریع. خب حالا میام این لایه رو انتخاب میکنم و این لنگر رو انتخاب کنید. هیچ وقت این بغلا رو انتخاب نکنید چون ممکنه لایه شما دیفرم بشه. این لنگر رو انتخاب میکنم و میارم اینجا میذارم. فونتش بزرگه و مقداری اینجا فونتش رو کوچیک میکنم، مثلا میذارم 45 چونم کمترش کنم. خوبه. رو حالت این 39 خوب شد. 2 لایه رو انتخاب میکنم و مقداری میارمشون این بر. اوکی. لایه هواپیما رو باز میکنم و ببینم که هواپیما میاد 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 و تو ثانیه ببین پس من باید یه ذره اینو برم بالاتر میاد حدوداً. اگه من بخوام کی فریم های لایه هواپیما رو ببینم کافی دکمه یو فشار بدم، میاد تو ثانیه 8 اینجا میره و آخرش اینجا این دنبالش اینجاست. ببینید تو این زمان تقریبا داره خارج میشه و من میخوام لایه متن و لایه تکست هم بیاد اینجا. وقتی هواپیما داره رد میشه اینا ظاهر بشن به این شکل. خب برای اینکه زیباتر بشه لایه هواپیما رو میبرم بالاتر. اینجا دقت کنید، مقداری نگاه کنید، این 2 لایه باید برن بالاتر تا تقریبا روی مسیر یه حرکت هواپیما قرار بگیرن به این شکل. اینجا بره. اوکی. الان لایه شیپ هم انتخاب میکنم و میرم به اسکیل. اینجا دقت کنید انکر پوینت رو من میخوام بذارم اینجا. میام از اینجا انکر پوینت رو میزنم. برای حرکت دادنش باید این دکمه رو بزنید یا میتونید کلید وایو بزنید. و اینو میگیرم میکشم میارم اینجا. من اینجا کی فریم ایجاد میکنم، میرم 10 فریم جلوتر، مثلا این حدودا یک کی فریم دیگه هم ایجاد میکنم، برمیگردم به کی فریم اول و این قفله رو برمیدارم و اینو میذارم روی 0. اسمو میذارم روی 0 تا این برای من ایجاد بشه. اوکی. الان میخوام وقتی که این ایجاد شد این آموزش افتر افکت شروع سریع هم تایپ بشه. اوکی. برای این کار میام این لایه رو انتخاب میکنم، میرم به پنل افکت و پریست ها و پریست تایپ رایتر رو لحاظ میکنم. تایپ رایتر اینو میارم و این لایه رو انتخاب میکنم و دبل کلیک میکنم. ببینید این پریست ایجاد شده ولی از چپ به راست داره کار میکنه. من میخوام از راست به چپ کار کنه. دکمه یو فشار میدم تا کی فریمش رو ببینم و میرم این قسمت. ببینید قسمت استارت کی فریم خورده. قبل از همه چیز میام این کی فریم ها رو به هم نزدیک میکنم، مثلا به اندازه 1 ثانیه کفایت میکنه.
و اینجام آفست رو یک کی فریم میدم به موازات کی فریم اول و میام به موازات کی فریم دوم هم یک کی فریم دیگه بهش میدم و مقدارش رو مثلا میذارم روی منفی 100. نگاه کنید حالا دقیقاً از راست به چپ برای شما تایپ میشه. خب اینو باید یه مقداری دو تا لایه رو انتخاب میکنم، لایه شیپ و با لایه آموزش رو مقداری میارم این ورتر، یعنی تا وقتی هواپیما رد بشه این از زیر هواپیما کمتر پیداشون بشه. نگاه کنید تقریبا خوب شد. میتونم مقداری سایز هواپیما رو بزرگتر کنم تا قشنگتر بشه. لایه هواپیما رو انتخاب میکنم، اس رو میزنم، اسکیل رو و مثلا مقدارش رو میذارم روی 105. دقت کنید. حالا میبینم که چی شده. هواپیما میاد یه چرخی میزنه، یه چرخ دیگه هم میزنه و خارج میشه و اینجا شروع میشه به نوشتن. اینم از یک انیمیت ساده. اوکی، الان میخوام این موسیقی هم به کارم اضافه کنم تا جذاب تر بشه. میام لایه موسیقی رو برمیدارم و میارم این پایین قرار میدم. اوکی و ببینم چجور میشه. اوکی، تو این انیمیشن اومدیم با تقریبا همه لایه هایی که تو افتر افکت میارن کار کردیم، با سالید، با ایمیج، با تکست، با شیپ و تکنیک های اولیه که شما برای کار با افتر افکت لازمه رو یاد گرفتید. در قسمت بعد میایم این پروژه رو رندر میکنیم و خروجی کار رو به شکل ویدیو میبینیم.